تقبل الله حاج آقا. من نمیدونم تو که نماز خونی چرا مهمون عرق خوری که همیشه متاش پیشش رو دعوت میکنی؟ مگه عرق خوری تو به من یا نماز خوندن من به تو کاری داره که دعوتت نکنه؟ کار که نداره، ولی خب راهمون جداست دیگه. کسایی که مثل تو هم ما رو نمیپسندن. خودشونو باید دلاراست شدن پاک و ما رو باید تلخی خوردن نجس میدونن. علی همیشه میگه من هنوزم هنگم. من موندم چجوری داداشت راضی شد من باهات ازدواج کنم. از تو یه قول نمازخون ساخته. نه ولی خب دیگه آدم ذاتتو دیدم. من دیدم که چجوری هوای خواهرمو داری. این که تو عرق میخوری به خوب و بد بودنت ربطی نداره. خدا تو قرآنش گفته لا اکراه فی الدین، تو دین اجباری نیست. خود امام حسینش گفته اگه نمیخواید دین داشته باشیم باشه، ولی انسانیت داشته باشیم. به ناموس کسی بد نگاه نکنین، غیرت داشته باشین، حروم نخورین. اصل حرف خدا و پیغمبر یعنی همین دیگه که من توی تو دیدم. بقیهش دیگه میمونه خودت و خدای خودت. کاش همه با دین و ایمونا شبیه تو بودن، نه مثل اینایی که به اسم خدا و قرآن حق من و تو رو اختلاس میکنن و میخورن و یه آبم روش. اصلا دین اینا چیه؟ ولش کن. خانم یه چای داری به ما بدی؟ بله که داریم، چایشم دبشه. خانمو خدای خم چکی شاست لگم